بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدا. درس امروزی خود را در ادامه درس های گذشته آغاز کنیم. درس گذشته ما راجع به ست کردن بخش یا محیطی پروژه ما بودن که چه قسمی یک پروژه خود را ایجاد کنیم. ما از این پس روی زمین فولدر HMS کار کنیم، یعنی Hospital Management System، و یک فایل دیتابیس که دیروز ایجاد کردیم و کار کردیم همراهش، و یک گزینه آیکن، و در عین حال ما در داخل از یک بخش تصویر آوردیم که این تصویر را ما در دسترس شما قرار خواهد دادم و این تصویر را شما میتونین که بعدا از گروه خود دانلود کنین و ما یک لینک برای شما میفرستم و شما بتونین که تصویر را با خود داشته باشین. خب ببینین، ما یک بخش رو طراحی کردم و هر روز ما یک بخش قبل طراحی نم او رو میگذارم برای شما به عنوان اساینمنت که 100% باید تا شب گذشتهش یا تا درس آیندهش رو شما اونا رو باید تکمیل کنین و دقیقا شبیه از امو در جلسه بعدی در جلسه امشب جورنیم. مثلا یک بخش رو که طراحی کردیم تحت عنوان لاگین فرم هست. شما همچون فرم را باید طراحی کنین و دیزاین کنین که همیشه هر وبسایت یا هر اپلیکیشن با چی آغاز میشن؟ با یک لاگین فرمی. ما میایم امروز کدام گزینه رو کار کنیم؟ لاگین رجیستریشنش، یعنی بخشی رجیستر از زیرا. مثلا یک نفر اکاونت ندارن، نوشته که don't have an account و گزینه نوشته هستن کلیک هیر. روی از این گزینه که کلیک کنن با صفحه چنج شون، برن در قسمت رجیستر و صفحه رجیستر باش شون. خب در قسمت فایل مورد نظر خود میایم راست کلیک و یک فایل پایتون فایل را ما ایجاد کنیم تحت عنوان رجیستر. آره، رجیستر فارم. به این شکل یکی لاگین فارم داریم که باید لاگین شویم و یک هم رجیستر فارم داریم که این بخش را شامل میشن. خب قسمی که در لاگین فرم شما مشاهدین، بعضی از گزینه ها ما امروز یعنی بخش توضیح میدم برای شما و دانه به دانه کد منم و در جلسات بعدی انشالله باز دوباره اینا را فقط کپی و پیست انجام میدیم به خاطر که تایمی چون تکرار هستن هر روز. خب میایم در اینجا اولین بخش بعضی از لایبرری های خود ایمپورت می‌کنیم. ایمپورت نوشتنم که تیکنتر که در اینجا ما داریم. البته شما میتونید که نوشته کنید که فرام تیکنتر یا هر بخش دیگه ای رو خودتان خواستین، به این شکل فرق ندارن. البته ما در اینجا ای بار میگیم که حالا می نویسیم که فرام تیکنتر که قسمی که داریم ایمپورت آل، هر چی که هستن در داخلش برای من ایمپورت کنن. یک چیز لازم دارم. گزینه بعدی که در اینجا لازم دارم حتما بخشی، حالا بعداً بر رویش که برسیم برای شما صحبت خواهد کردم و فایلش ایمپورت خواهد کردم. میایم در اینجا اولا کامنت میگذارم چون بخش کامنت گذاری در قسمت پروژه خیلی خیلی مهم و حیاتی هستن. ما در اینجا نوشتم که مین ویندو و به همین ترتیب اینا یک کامنت هستن و شما باید در قسمت پروژه خود کامنت بگذارید. ابتدا می نویسیم که روت مساوی به حالا تیکه و روت ما دات تایتل که در اینجا مد نظر گرفتیم، تایتل را مد نظر میگیریم و تایتل را می نویسیم که رجیستر فار. به این ترتیب حالا یا بخشی میگذارم رجیستر تنها، فرم نوشتن چون بخش رجیستر میاد، یا ویلکم تو چی. حالا در اینجا یک کلر برازی میخوایم. در این قسمت نمی نویسیم که root.config به این ترتیب یا configure که شما هر چی خودتان خواستین میتونید که بنویسین، یا config یا configure. در اینجا ابتدا می نویسیم که bg یعنی بک‌گراند ما مساوی به همچون کلری باشن. چی کدام کلر؟ F2 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 به این شکل یک کلری متفاوت هستن. و در عین حال روت دات یک گزینه دیگر داریم برای ریسایزیبل، یعنی ریسایزیبل ما در اینجا چی کار منن؟ وظیفهش ای هستن که نمیگذارن که الان باکس ما خرد و بزرگ شون، یعنی به این ترتیب با بساط پیشفرض اینو میگذارم فالس به این شکل و فالس، چون به خاطر از اینکه ویتو هایت دارن ما باید هر دویش را فالس بگذاریم، یعنی ویتو هایت از هر دویش را، طول عرضش را. خب حالا میایم پنجره خود را مشخص کنیم که پنجره ما چقدر باشه.
در اینجا ابتدا مد نظر میگیرم یک بخش را تحت عنوان ویت که مساوی با 1100 پیکسل میگیرم و هایتش را مد نظر میگیرم. هایت مساوی به 700 پیکسل. به همین شکل. این دیگه اختیاری هستن. خب به خاطر از اینکه شما سایزی هر اسکرین را فرق ندارن، کامپیوتر را احتمال دارن که اسکرین ها متفاوت باشن، به خاطر از اینکه سایز اسکرین را شما مشاهده کنین شما نوشتن که اس ویت یا اس دبلیو میگذارم یا اس ویت میگذارم به شکل اس ویت مساوی میشن به روت دات این وین اینفو وین یا دبلیو اینفو اندرسکور اسکرین که در اینجا مشخص هستن، اسکرین ویت یا اسکرین هایت که در اینجا ما ماندیم. یک گزینه دیگر را از همین کنترل دی میگیرم و در جای ویت هایت میگذارم، میگیم که اس اندرسکور هایت به این شکل و در جای اسکرین ویت ما در اینجا میگذارم اسکرین هایت به این شکل. خب این وظیفه از این دو لاین چی هستن که برای شما امو سایز اسکرینی که در او امو فایل شما دیسپلی میشن و شما میگیرن. حالا ما به خاطر از اینکه فایل ما در سنتر بیاین، یعنی هر باری که ما فایل رن کنیم، البته ما در اینجا میایم یک بار مینویسیم که root.main loop که همگیتان آشنایی دارین. مین لوپ وظیفهش رن کردن فایل هستن. در اینجا من مین لوپ ببینید به این ترتیب برای ما نشان دادم. خب این در اینجا بودن. ما میخوایم که دقیقاً در وسط بیاین، اگر خرد باشن یا کلان باشن و می ترتیب ای در وسط بیاین. لذا در اینجا چی کارنیم؟ میاییم در این قسمت نوشتن که سنتر x یا سنتر اندرسکور x مساوی به اینتیجری s width که در اینجا ما یک گزینه به نام width داشتیم، ماینس در اینجا width که در قسمت بالایی وریبل مورد نظر تحت عنوان width بودن و این هر دویش تقسیم دو مونیم که مرکز یا سنتر معلوم شون. کنترل دی یعنی دوپلیکیت مونیم از این بخش. میایم در اینجا این وریبل خود را مثلا y میگذارم و در جای width این height میگذارم در اینجا به این ترتیب h height و در عین حال این هم height میگذارم یعنی بلندی زی بخش و تقسیم دو و میشه. ای از ای بخش توسط از اون مرکز اصلی سفر ما پیدا کنیم. حالا به خاطر از که ما در حال حاضر صفحه خود سایز ندادیم، اگر فایل رن کنیم ببینین در حالی که فایل مورد نظر ما در اینجا گفتیم که 1100 پیکسل باشن و 700 پیکسل باشن، خرد هستن. لذا در اینجا لازم هستن که ما ویتو هایت برش حالا پاس بدیم. نوشتن که root.geometry که در اینجا ما داشتیم تحت عنوان بخشی البته روت کامل ننوشتیم root.geometry در اینجا که بخش جیومتری در این. حالا برازی امو بخش رو پاس میدیم. ابتدا میاییم ویت برش پاس میدیم، میگیم که ویت multiply یعنی چی؟ در اینجا هایت هم مد نظر میگیرم، در اینجا هایت که هایت آوردیم. اما در ادامه ازی در اینجا می نویسم که پلاس یکی در داخل فلاور براسیس سنتر اندرسکور x و به علاوه پلاس سنتر اندرسکور y و میشه این یک بخش. و حالا اگر ما فایل رن کنیم سفر بزرگتر در وسط برای ما نشان دادن. ولی یک چیزی دیگر را ما میخوایم که در اینجا هم یک بخش دیگر تا هنوز نگفتیم، البته یک متد بسیار خرد هستن. این به خاطر چی هستن؟ به خاطر از هستن که شما همیشه کمی صفحه باشون فول اسکرین باشون، یعنی صفحه دیگه خرد باز نشن. شما چی کارین؟ در انتهای از این بخش می نویسین که root.state این استیتش چی باشن؟ زومد باشن در اینجا. آره زومد. وقتی که سفر وظیفه انزمی بخشی شدن، زمانی که شما رن کنین سفر به صورت فول اسکرین برای شما باز مانند که این بخش شامل چی شدن. حالا این بخش از بخشی پنجره ما شدن. حالا ما میایین در اینجا قسمی که شما میدانین ما باید امو فرم خود را در وسط بیاریم. در اینجا کامنت میگذارم تحت عنوان، حالا از قسمت کامنت ها ما کپی میگیرم به خاطر اینکه بار بار نمیتونم که از
همچون دیزاین را انجام بدید به این ترتیب. و این را نامش میگذارم تحت عنوان حالا سنتر فریم. حالا شما هر نامی دیگه سنتر فریم میگذارم نامشه. حالا در اینجا شما زمانی که سنتر فریم خودمان دین نامش میگذارم به نام کارت مساوی به فریم که در چی داریم در لایبرری تحت عنوان یا کلاس به نام فریم داریم. در اینجا میگیم در داخل روت قرار داشته باشن و در عین حال بک‌گراندش یا بی جی ازی مساوی به چی باشن؟ مساوی به سفید باشن و در عین حال دیگر چی داشته باشن و ویت بر از مد نظر میگیریم. ویت ازی که در اینجا مشخصیم ویتش مساوی به چند باشن؟ مساوی مثلا به من مد نظر میگیرم که 450 باشه و هایت هم برش مد نظر میگیرم. هایتش را اینجا سعی کنین یک گزینه بن تحت عنوان وریبل میاین یک پارامتر. شما پارامتر انتخاب کنین. اگر وریبل انتخاب کنین اینا را که ما قبلا انتخاب کردیم اینا را انتخاب میکنن. لذا هایتش را من مد نظر میگیرم که حالا برمیگردن به خود شما. مثلا من مد نظر میگیرم 670. خب موقعیتش را هم در اینجا مد نظر میگیریم. می نویسیم که کارت دات در این جلسه یا در این پروژه خود ما همیشه از پلیس استفاده داریم. خیلی استثناء هستن که ما از چی استفاده کنیم؟ ریل اکس که ما داریم یک گزینه و در عین حال ریل وای داریم که این به اساس فیصدی مد نظر میگیرن به می ترتیب، یعنی به اساس فیصدی میارن. خب ما قیمت میدیم برای هر دویش. در اینجا همیشه 0.5 بر از این مد نظر میگیریم، یعنی 50% پیش بیاین و این هم 0.5 بر از این مد نظر میگیریم. یک بار رن کنیم ببینیم که امو بخش در کجا آمدن. خب چون این دی قسمت قرار گرفتن ببینیم خیلی پایین در اینجا آمدن که حالا ما یک از نمونه هایش ببینیم که در کدام قسمت ما در اینجا چک. اما یک بخش دیگر را، یک گزینه، یک اتریبیوت دیگر را تحت عنوان اینکر داریم در اینجا. امو لنگرگاهش در کجا باشن؟ سنتر. به این ترتیب. حالا اگر ما بیایم این رویش کلیک کنم ببینین فیکس در وسط آوردن. دلیلش چی بودن؟ دلیلش ای بودن که فارم ما خرد بودن. وقتی که ما 50 پیکسل آوردیم این کمکتر این طرف تر کش کردن. خب در اینجا یک بخش. حالا در اینجا شما میتونین که بر از سایه هم تعریف کنین. البته آپشنال هستن. ما در اینجا سایه هم تعریف کنیم. یک سایه یک برش مد نظر میگیرم. در اینجا نامش میگیرم حالا فریم شادو به این معنا حالا سایه که شما البته این گفتم اختیاری هستن که شما از دیلتان که چه قسمی کار میکنید. خب حالا در اینجا دقیقاً از قسمت بالایی من کپی میگیرم، اینه میره کنترل سی، در قسمت پایینی کنترل وی که مربوط شادو میشن، اما در جای از این گزینه میگذارم به نام شادو و این هم کنترل سی کنترل وی پست. اما سایز زیر از 450 درست هستن در این قسمت، اما 400 چی در قسمت ویت هایتش کمی تغییرات میاریم. 453 و این هم 673 مد نظر میگیریم. دیگه مشکل ندارن، اما کلرش را تفاوت باید بدیم. کلرش را حالا ما یک رنگ را در اینجا D9 این کلر را مد نظر میگیرم و کارد که در بالا تعریف کردیم این را طرفی لفت قرار میدیم. ببینیم که حالا و میشه چی؟ ببخشین لایف لفت به این ترتیب بگذاریم LIFT. حالا اگر این فایل رو رن کنیم به این ترتیب یک سایه گرفتن. این خطی را که در اینجا ماندیم اینمی خط هستن. اگر شما اینمی خطه اگر قسمت شادو رو پاک کنین به مو ترتیب او هم پاک میشه. خب در اینجا ما نیاز داریم به لوگو. زمانی که شما لوگو رو لازم دارین باید دو گزینه در اینجا اضافه کنین. یعنی در قسمت فایل های خود چون عکس ما میاریم در قسمت بالایی در اینجا می نویسیم که اولا می نویسیم که from PIL یک لایبرری هستن PIL چی را امپورت کنن برای ما؟ امپورت ایمیجز را کلاس تحت عنوان ایمیج را و در عین حال ایمیج تیکر اینا یک کلاس هستن، اما این باید شما دانلود کنین.
ما دانلودش را قبلا برای شما گفتیم که در اینجا برین در قسمت سیتینگز و نام از امیر بنویسین و در انتها هم برای شما خواهد گفتم که به چه صورت هست. خب یک مقدار اینترنت لازم داره. خب در اینجا ما ایره پوینتر میارم و از این قسمت هم کنترل سی میایم در اینجا کنترل وی پست منیم و ایره نامشه میگذارم تحت عنوانی حالا ایمیج در اینجا حالا ایمیج. خب در اینجا چی لازم داریم؟ اولا خب یک واریبل تحت عنوان ایمیج تعریف کنیم و از کلاس ایمیج دات اوپن استفاده کنیم. اوپن متدش هستن و کلاسش به نام ایمیج هستن. حالا ایمیج ما در کجا قرار دارن؟ در داخل ایمیج هستن دیگه. شما دقیقاً میایین میگوین که در داخل ایمیج بیاین و چی رو داریم در اینجا؟ در داخل ایمیج بخشای زیاد را شاید شما داشته باشین. ببینید لوگوهای زیاد، یعنی نامه‌های هستن که در داخل اعظمی فولدر موجود هستن. در اینجا ما یک بخش رو داریم تحت عنوان لوگو، البته یک گزینه داریم به نام دارک. خب این رو آوردیم. حالا به خاطر از اینکه شما اگر اینمی ایمیج لوگو دارک بگیرین خیلی کلان هستن و فرم شما خرد هستن. شما اگر بخواین این رو دقیقاً ریسایز کنین لازم دارین این در داخل چی نیستن؟ گفتم در داخل لایبرری تیکنتر نیستن. شما بعضی از لایبرری ها رو مجبور هستین که در اینجا بیارین که اون لایبرری هم شما میتونین که حالا ما برای شما میگم که به نام ایمیج تیکه هستن در اینجا که اگر کار ندادن دیگه بخش دیگه لایبرری میاریم. در اینجا دوباره میایم در اینجا ایمیج، این ایمیج خود را مساوی به ایمیج بالایی قرار میدیم، یعنی یک واریبل دومی خود را مساوی به واریبل اولی دات ریسایز که در اینجا گزینه ریسایز داریم. چقدر ریسایز کنن ایرا؟ 80 در 80 بیارن، یعنی سایز فوتور در اینجا شما تنظیم کنید 80 در 80. خب از داخل برس برآمده در اینجا می نویسین که خب ایمیج، یک متد دیگر در اینجا هستن که ایمیج دات، حالا گزینه های مختلف زیاد میاین. یک بخش هستن به نام لن، البته فکر کنم که در داخل از این لایبرری شاید نباشن و در اینجا نوشتم که لن کود و میشه. خب این وظیفه شمی فیکس کردن ویتو هایت هستن، اما در اینجا خطا برای ما میدن. شما در این صورت زمانی که خطا دادن شما لایبرری دیگر را در اینجا ایمپورت کنین که اون لایبرری تحت عنوان چی هستن. در این قسمت میاییم می نویسیم که from تکنتر که از داخل تکنتر هستن ایمپورت کنن برای ما چی را؟ TTK میشه، یعنی یک لایبرری تحت عنوان TTK. اما در اینجا ببینیم که تا هنوز بازم در اینجا برای ما نآوردن create function یا در اینجا همچون بخش را در اینجا برای ما مشخص کردن که شما یک فانکشن را در داخل از این بخش ایجاد کنین. خب حالا در حال حاضر ما این یک کامنت میگذارم. حالا در اینجا خب من فکر کنم که اسپل چی اشتباه کنم. در اینجا CZOS من یک بار دوباره مجددا این رو بینیم دات L A N CZOS. خب احتمال دارن که در حال حاضر ما کودهای را در اینجا چین نوشته هستن که در داخل image.py همچون فانکشنی وجود ندارن، ولی در حال حاضر به خاطر از خطا نگرن ما ایره پاک کنیم. به این ترتیب هم که باشن اشکال ندارن در حال حاضر. خب میایم بخش بعدیش را کار کنیم، بعد از اون روی زو بخش بریم. در اینجا می نویسیم که لوگو اندرسکور ایمیج، به خاطر از اینکه ما تصویر رو میارم یا img میگذارم مساوی به ایمیج. در این قسمت گزینه تیکه رو مد نظر میگیریم، تیکه دات فوتو ایمیج که یک گزینه داریم به نام یک کلاس داریم تحت عنوان فوتو ایمیج و ایمیج دیگر را در این کال مونیم. کدام ایمیج را؟ امو ایمیجی که در بالا قبلا در اینجا نوشته بودیم. خب حالا در اینجا شما یک لیبل برش مشخص مونین که حالا لیبل ما در اینجا
چون ایمیج به صورت اختیاری نمیاین، شما باید ایمیج در داخل لیبل قرار بدین. ما در اینجا نوشتم که لوگو دات ببخشید لوگو لیبل یا LBL مخفف لیبل هستن مساوی به لیبل. حالا لیبل خود را در اینجا میگیم در داخل کارت قرار داشته باشن و در عین حال ایمیج که یک اتریبیوتی دارن تحت عنوان یک پارامتر دارن تحت عنوان ایمیج و در اینجا میگذارم لوگو ایمیج را برش کال میدیم، پاس میدیم به این شکل یک بخش و در عین حال بک‌گراندش را BG را سفید قرار میدیم به این ترتیب بک‌گراندش سفید باشن و در عین حال حالا در اینجا که برای ما خطا دادن اشکال ندارن، یعنی مشکل ندارن در اینجا و شما فقط متوجه باشین که نام لوگو دقیقا شبیه خود از این بخش باشن، دیگه اشکال ندارن در حال حاضر. خب این از این بخش و در عین حال دوباره بر از یک ویت مد نظر میگیریم که ویتش را مساوی به 80 قرار میدیم و هایتش را هم مساوی به 80 قرار میدیم در اینجا میشه که این از بخش. حالا موقعیتش را هم باید در اینجا مشخص کنیم. خب در بعد از قسمت لوگو سخت‌ترین بخش نمیستن، دیگرایش شما قبلا کار کردین. دوباره میایم که لوگو لیبل در اینجا مد نظر میگیرم، میگیم که لوگو lbl.image که در اینجا داریم و در عین حال مساوی به لوگو ایمیج لوگو img به میشه. خب بعد از او چی کاریم؟ این موقعیتش رو مشخصیم که در کجا باشن. من می نویسیم که لوگو اندرسکور LBL ما دات پلیس موقعیتش در کجا باشن، از محور X مشخص منین و از محور Y مشخص منین به شکل. از محور X ما مد نظر میگیرم 185 و از محور Y مد نظر میگیرم مساوی به 20 در حال حاضر مد نظر میگیریم. ببینیم که حالا اینی بخش خیلی مهم هستن. تا زمانی که اینی بخش شما اد نکردین، این فقط برای چی هستن؟ برای دیسپلی کردن تصویر هستن، در صورتی که برای شما چی نکنین. ببینید تصویر رو در وسط برای ما به مون شکل آوردن، اما شما میتونین که مثل سابق تصویر را بدون از اینکه چی کنین مستقیما از اینجا کال کنین در اینجا بیارین، اما به خاطر از اینکه ما ریسایز کردیم تصویری ما بزرگ هستن و تصویر خود خرد کردیم، به خاطر از همین قدر کد را در اینجا نوشتیم کی از بخش گزینه کد. حالا میایین در بخش چی؟ بخش گزینه های مثل حالا یوزرنیم و بخش پسورد و امثال از اینا. در اینجا ما پست می‌کنم، در اینجا می نویسم که اینپوت، حالا اینپوت یا انتری، حالا شما هر چی نامشه انتری اند لیبل به این شکل، یعنی بخش انتری و لیبل خود در اینجا ما مد نظر میگیریم. اولین بخش لیبل هستن، نوشتم که تیکه، حالا مستقیما می نویسم که لیبل، چون از این خاطر ما نام لازم ندارم برای لیبل خود را می نویسم. میگیم لیبل ما در داخل کارت موقعیت داشته باشن و در عین حال چی عنوانش باشن در اینجا یا متنش چی باشن. من نوشتم که تکستش باشن یوزر نیم به این شکل، این حالت باشن و این باید تکست زیر مساوی قرار بدادیم که در اینجا به این شکل. البته اگر احیانا خواسته باشین به این ترتیب انتر هم میتونین و در اینجا هم میتونین که بنویسین به این شکل، این راحت تر هستن. مثلا بک‌گراند زیر مد نظر میگیرم به رنگ سفید و کامر باید بزنین و کامه بالایی که از یاد ما رفتن در اینجا هم باید در شون. یک یوزرنیم را که فاصله بدیم خوب است به این شکل. خب و بعدا در اینجا چی مد نظر میگیریم؟ در اینجا فورگراوند یعنی رنگ چی ازی قلم ازی چی باشن، در اینجا ما مد نظر میگیرم 5 5 5 تقریبا سیاه میشن، یعنی کامل سیاه نیستن به میشه. و بعدا در اینجا یک فونت برش مد نظر میگیرم، فونت و فونت از زیرا میارم اولا خب میگیم که ایریال باشن، ایریال یکی و در عین حال در این قسمت گزینه بعدی زیر چی مد نظر میگیرم؟ میگیم که سایزش 12 باشن به خاطر از خطا از بین برن. ما در اینجا مساوی قرار بدم به این شکل
و شما میتونید که بولد هم مد نظر بگیرین. اما ما در انتهای ای را هم از اینجا برداشته در اینجا بیایم و دات پلیس در اینجا مد نظر میگیرین مثل گزینه های دیگر. و موقعیتش در کجا باشن؟ در اینجا میگیم که از محور x ما مساوی به 20 باشن و از محور y ما مساوی به 120 باشن. به این شکل. چون ما یادتان باشن که ما اینا را قبل از قبل مشخص کردیم، شما باید یک مقدار فکر کنین. ببینین یوزرنیم ما در اینجا قرار گرفتن. ما در زیر یوزرنیم یک انتری لازم داریم. ما میاییم در اینجا در قسمتی چی انتری 100% شما باید نام بدین. ما در اینجا نوشتم که یوزر نیم اندر الا انتری یا ENT به این شکل مساوی میشن با انتری که ما بریش مد نظر میگیریم در داخل کارت قرار داشته باشن و در عین حال برای ما فونت را حالا بعد از گزینه ها را در داخل کارت قرار داشته باشن، بک‌گراندش حالا سفید باشن و در عین حال ویدش برش مد نظر بعدن خط گرفتیم و به این ترتیب که شما خودتان میتونین که گزینه های دیگر را هم مد نظر بگیرید. ما بک‌گراندش در حال حاضر سفید میگیرم به این شکل، کنترل C از اینجا کپی میگیریم و در اینجا پست به این شکل، کنترل V. البته اگر در ابتدا آمدن هم اشکال ندارن در اینجا به این شکل، یکی بک‌گراندش هستن و در عین حال گزینه دیگه BD هستن، باردر هستن، مخفف BD مخفف باردر هستن در اینجا که در اینجا باردرش را هم مساوی به 1 مد نظر میگیریم یا 2 مد نظر میگیریم و فونتش را هم در اینجا مد نظر میگیریم به این شکل، کنترل C که فونتش از نوع ایریال باشن به این شکل. حالا هر بخش دیگه ای را که خودتان خواستین، مثلا فونتش نوعیت فونتش منظوریم هستن. خب ای از ای بخش و گزینه انتهایی که در اینجا هستن عموم متن به صورت سولیت باشن، داتیت باشن یا دشیت باشن خطش را. ما در اینجا یک گزینه داریم به نام ریل لایف به این شکل مساوی به چی؟ در داخل دبل کوتیشن میگذارم به نام سولیت، یعنی یک خط ثابت باشن در اینجا. خب بعدا می نویسیم که یوزر نیم انتری دات پلیس که در اینجا موقعیتش مشخص کنیم که در کجا قرار داشته باشن، از محور x چقدر فاصله داشته باشن و از محور y چقدر فاصله داشته باشن. خب از محور xش در اینجا بریش مد نظر میگیرم 22، از محور yش در اینجا مد نظر میگیرم بریش حالا 160 به این شکل. یک بار رن منیم اجرا منیم ببینیم که در کدام قسمت قرار گرفتن. ببینیم در اینجا قرار گرفتن، موقعیتش جایش عالی هستن اما سایدش خورد هستن. در اینجا میایم بر از یک V2 هایت هم مد نظر میگیریم. در اینجا مد نظر میگیریم که ویتش چقدر باشن. در اینجا ویتش مد نظر میگیریم 400 و هایتش را مد نظر میگیرم. در اینجا یک گزینه تحت عنوان هایت داریم که هایتش را 35 مد نظر میگیریم به این شکل که این حالتی چی هستن؟ حالتی بخشی عموم متن ما هستن. ببینین به این ترتیب کامل نوشت ایجاد شدن. حالا از همین دو بخش ما کپی و پست کنیم. چه رقم؟ اولا خو بخش حالا همین لیبل را همراه با می بخش کنترل C کپی میگیریم، در قسمت پایینی کنترل V پست. لیبل را در جای یوزرنیم ای بار تغییر میدیم. مثلا حالا قبلا یوزرنیم نوشتیم، ای بار می نویسیم که ایمیل ادرس به همین شکل. خب در اینجا در جای از محور x تغییرات نمیارین، فقط از محور y، چون هر دویش در یک مسیر قرار دارن. این را مد نظر میگیرین 220 به همین شکل ایمیل آدرس را. و بعدا از این قسمت دیگه کار ندارین، در جای یوزرنیم انتری می نویسین که ایمیل انتری. البته شما میتونین که به این ترتیب هم آلت از کیبورد بگیرین و اینا را هر دویش همزمان پاک کنین، نوشته کنین که ایمیل انتری. خب در داخل کارت قرار داشته بود، دیگر آیش مشکل ندارن، فقط و فقط در قسمت چی ما مشکل داریم؟ در قسمت محور y. اگر رن کنیم اینا روی هم قرار گرفتن، در حالی که اینجا دو دونه انتری داریم. به اون خاطر ما اگر یک کمی تغییرات مثلا 200 بیاریم، ببینین ما یک بار برای مثال به عنوان مثال بگیریم، ببینین یک کمک پایین تر آمدن در اینجا. اما ما میخوایم که زیادتر پایین بیاین. چی مقدار پایین بیاین در اینجا؟ حداقل 250 میشه. حالا ببینین بخش ایمیل هم
درست شدن. ما میایم در قسمت بعدی دوباره این زمین به قسمت باز کپی و پست نیم. کنترل سی میایم در اینجا پست. ای بار در جای از این گزینه می نویسیم که پسورد. حالا دیگه قسمت هایش رو بازم گفتم در قسمت هایش چی کار ندارم. این یکی رو مد نظر میگیرم 300 و در اینجا هم دیگر بخشایش از محور وای فقط پسورد را ما در اینجا تغییر میدم، می نویسیم که 340. یک بار ببینیم که در کدام قسمت قرار میگیره. ببینید فیکس در قسمت پایین قرار گرفته. حالا دوباره یک گزینه‌ای که در اینجا لازم هستن اضافه کنیم اتریبیوت به نام شو هستن. شو به خاطر چی هستن که علامت استار برای ما بیارن، یعنی ستارگک بمیشه. خب امیر دوباره مجددا کپی میگیریم. البته یک چیز دیگر را یادتان نرون که نام از اینا را خیلی دقیق باشین. نام از ما چی میگذارم؟ نام از را پسورد میگذارم بمیشه. پسورد انتری. و دوباره امی یکی رو کپی میگیریم از اینجا کنترل سی و در اینجا پست کنیم کنترل بی. ای بار یا کنفرم پاسورد یا می نویسیم که ری پاسورد. حالا شما دیلتان دیگه. از اینجا قسمت ری پاسورد ما حداقل مد نظر میگیریم 390 و در اینجا قسمت خود گزینه چیه زیره مد نظر میگیریم 430. حالا دوباره در ابتدای ازی یک آر را هم اضافه نیم. آلت از کیبورد پرس منیم در اینجا یک آر ای یعنی ری پاسورد بمیشه. حالا اگر ما فایل ران کنیم دو گزینه رو به این ترتیب برای ما نشان میدن، یعنی ما گزینه یوزر نیم داریم، پسورد ایمیل داریم، پسورد داریم و در عین حال کنفرم پسورد داریم یا ری پسورد داریم که باید پسورد ها چک شونن، بررسی شون که آیا درست هستن یا نیستن بمیشه. ای از این. حالا بعد از این گزینه انتهایی میرسن که تحتی حالا از یک کپی ما یا از قسمت بالایی ما در حال حاضر از قسمت ایمیل یک کپی میگیرم. دلیلش هم ای هستن که گزینه یک اتریبیوت تحت عنوان شو داشتن که باز او شماره ها را هاید میکردن. ما ایرم میارم در این قسمت پست کنترل وی و نام از این تغییر میدیم. آلت رو پرس میدیم. در اینجا می نویسیم که کنترل زد. در اینجا می نویسیم که فون انتری یعنی فون نمبر یا هر چی که شما خودتان خواستین یا موبایل نمبر میگذارین یا فون نمبر میگذارین. این برمیگردن به خود شما. مثلا ما میگذارم موبایل به میشه. و در عین حال از محور وای تغییرات فقط روی محور وای زیادتر هستن تا به یک محور x. مثلا 470 مد نظر میگیریم در اینجا 470 و محور وای که در اینجا هستن چند قرار میدم برش در بخش انتریز یا در بخش موبایل 510 مد نظر میگیریم. ببینین در اینجا به صورت فیکس در قسمت در اینجا در اینجا ببینین موبایل و چی تمام گزینه ها آمدن، یعنی یک یوزر نیم یک بخشی لاگین رجیستریشن کامل شدن. حالا نوبت به قسمت انتهایی هستن تحت عنوان بتن که ما و شما بتن را قبل از قبل کار کردیم. یعنی در اینجا ما میایم از قسمت بالایی از اینجا کپی میگیرم. انتری های ما خلاص شدن، انتری و لیبل ما چون لازم نداریم دیگه. در اینجا گزینه چی رو مد نظر میگیرم؟ بتن میشه. و در این قسمت بتن شما میایین گزینه‌ای که در اینجا ادمنین خود نام بتن ها هستن. اولا نامش میگذارم با نام sign in underscore btn مخفف بتن هستن و در اینجا هم کلاس بتن را کال منیم. کلاس بتن را میگیم در داخل کارت قرار داشته باشن و حالا تکسش چی باشن در اینجا تکسش. حالا ما یک از قسمت بالایی اگر کپی بگیرم خب تر هستن تا فون تو مثلا اینا را از اینجا مد نظر میگیرم. کنترل سی کپی گرفتیم و تکس از زیر یک چی بیدم نوشتنم که با کپیتال لتر نوشتنم که ساین نپ و میشه. حالا شما هر نام دیگر را خودتان خواستین میتونین که بگذارین. یک کامه در اینجا بگذارم و مابقی بخشایش بک‌گراندش چی باشن؟ بک‌گراندش ما سفید لازم نداریم. نوشتنم که 0A9C و FF یک رنگی متفاوت تر هستن بمیشه. خب حالا بعدا رنگش میبینیم که به چه صورت هستن رنگش. و فورگراوند یا FG که در اینجا داریم
البته باردر ما در اینجا نداریم، در جای باردر من نوشتم که FG یعنی foreground مساوی به همچون رنگش چی باشن؟ رنگش سفید باشن به این شکل. و بعدا در اینجا کدام گزینه رو لازم داریم در این قسمت؟ یک گزینه به نام تحت عنوان حالا هایت یا چی را در اینجا شما خودتان مد نظر میگیرید. و گزینه‌ای که در اینجا لازم هستن بنویسم ای هستن که شما ای را بولد هم بکنین به این شکل بولد. و در عین حال باردر یا BG مساوی به 0 یعنی باردر نداریم ما در اینجا. به خاطر از اینکه خوبتر بیاین نوشتم که هایتش را هم مد نظر میگیرم مساوی به 2 در اینجا. BG نه BD به این ترتیب. ای از این بخش. حالا موقعیتش رو مشخص کنیم. میاییم از تا این قسمت تکمیل شدن فقط موقعیتش ماندن. موقعیتش در کجا باشن؟ میگیم که دات پلیس، البته به این ترتیب پلیس موقعیت از در کدام قسمت قرار داشته باشن. قسمی که در بالا در اینجا مشخص کنیم از محوری y و xش. از اینجا من یک کپی بگیرم، کپی و پیست آدم تنبل میکنن. خب متوجه باشین شما کپی و پیست یاد نکنید. اولا خب از محور x 180 مد نظر میگیرم چون در وسط بیاین و از محور y 570 مد نظر میگیرم بمیشه. حالا یک بار ما رن کنیم اجرا کنیم که در کدام قسمت قرار گرفتن در اینجا. ببینید بطن ما در اینجا برای خود قرار گرفتن. اما بطن ما اگر متوجه شید کمکی خرد هستن و از زمانی که شما خرد بودن از بطن شما میتونید که از ویت استفاده کنین در این قسمت به این شکل کامل ویت را حداقل مثلا مد نظر میگیرم 80 90 100 این برمیگردن به مو دلبخوای خود شما، یعنی نظر خود شما که شما در کجا مثلا کمکی بزرگتر شدن. خب بعد از او آخرین بخشش این میمانند که در صورتی که نفر اکانت داشتن برن روی بخش دیگه که او از قسمت بالایی ابتدا لیبل را از اینجا کپی میگیرم، کنترل سی میایم در قسمت پایینی کنترل وی. اینجا چی میگذارم؟ جای لیبل من نوشتم که I have already accounts به این ترتیب، یعنی من به صورت پیشفرض اکانت دارم. خب موقعیتش از محور x و محور y چقدر؟ ما میگیم که 120 باشن از محور x و yش چقدر باشن؟ yش 630. حالا اگر شما بیاین رن کنین در کجا قسمت قرار میگیرن؟ در این قسمت already have account. حالا ما در اینجا فقط یک بتن لازم دارم که روی زو گزینه کلیک کنم مستقیما واردی بخشی بتنی ما شوند، یعنی یک گزینه تحت عنوان بتن ما لازم داریم. دقیقاً از قسمت بتنی که در بالا در اینجا هستن این نظامی کپی میگیرم کنترل سی و در اینجا میایم بعضی از تغییرات روی زیر میاریم. اولا خود نام زیر تغییر میدیم. یکی در اینجا میایم مینویسم جای بتنش ایرا پاک کنیم کنترل زد آلت از کیبورد پرس کنیم. بتن را در اینجا نام بتن را نوشتن که back to login. حالا ما در اینجا نامی حالا بک میزنم، مثلا بک یعنی بک دوباره در قسمت لاگین حرکت کنم. از محور y و x قسمی که در بالا مشاهدین 120 630 y مد نظر میگیرم، اما x را 120 مد نظر نمیگیرم، مثلا 250 مد نظر میگیرم. حالا اگر شما کلیک کنین در اینجا ببینید در این قسمت قرار گرفتن. شما حالا رنگ های از اینا رو خلاص کنین و بعضی از گزینه ها در اینجا روی زی اعمال کنین. مثلا اولا خب امی هایت و امثال از اینا رو در اینجا اینا رو ختم کنین. یکی که فونتش رو مد نظر میگیرم به 9 و در عین حال بولت نباشن. بک‌گراندش که در اینجا ما مد نظر گرفتیم بک‌گراندش را در حال حاضر شما میتونید که FFF سفید بگذارین و فورگراندش را یعنی رنگ چی را 555 یعنی مایل و سیاه باشن و به این ترتیب. حالا اگر من روی زی گزینه یک بار کلیک کنم ببینیم که در کدام قسمت قرار میگیره. در اینجا یک کمکی طرفتر باید بیاریم. حالا مثلا از محوری چی 202 حالا شما میتونید که 250 بگیرین 260 بگیرین 270 بگیرین برمیگردن به خود شما. مثلا ما در اینجا 250 هستن، ما در اینجا 280 مد نظر میگیرم. یک بار ببینیم که آره 280 خوبن.
ولی از محور y زیادی هست. مثلا 220 620 اردویش باید برابر شون. البته 620 کمی که بالاتر آمدن، 625 مد نظر میگیرم و از اینجا هم 70 یا 75 به این شکل. یک بار رن کنیم به همین ترتیب. دقیقا در اینجا البته جای ساین اپ شما باید یک چی دیگر نوشته کنین. مثلا در جای ساین اپ می نویسین که حالا کلیک هیر به این شکل. یعنی اگر شما آلردی اکاونت دارین روی این گزینه کلیک کنین این طرف میره. اما ما ماوس را میخوایم که ماوس هم چنج کنن. ماوس روی که بیایم علامت هند بگیرن برای خود، یعنی با علامت دستش شما میتونین که بعد از این گزینه، البته این گزینه های تو مثلا حالا که باردر ندارن روش به هر صورت باردر باید باشن. در اینجا گزینه داریم به نام کرسر. کرسر را مساوی به هند میگذارین. هند دو. اگر هند ببینین هند یک، هند دو داریم، هند سه داریم به این شکل. هند دو به این ترتیب هستن. البته ببینین این قسمت بالا خدا باز کمک بالاتر بردن که ما یک کمک تغییرات رویش آوردیم. امیره سی قرار دادیم، 630 برابرشتن تقریبا. حالا 630 اگر بگیریم ببینین علامت ماوس هم چنج شدن. این از جلسه درسی امروز ما که بخش ساینینگ را به صورت کامل تکمیل کردیم.